از همین شلوغی معلوم است که ما در کجا هستیم، ولی محض اطلاع برای کسانی که از هرات خبر ندارند، ما در منطقه جکان هستیم. خب اگر یک دهی بتمد جواب میدی سوالای من؟ ها؟ خود جکان هم معلومات داشته باشه که چرا جکان را ما جکان میگیم. خدا رو شکر الحمدلله راضیم. همون چیزی که خدای پاک با ما شما حواله کنه میرسه. ما با بیاین یا کجا گشته میرین؟ کد از این نینی نازتان. خب این دانه ماشاءالله این دانه نیست ماشاءالله، پای توپ است. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خوب و ارجمند سلام. به هرات امید شما را خوش آمدید میگم و انشالله که روزگارتان خوش و خوب بگذره. همگیتون خوش آمدین، خسته نباشین، مانده نباشین، شب روزتان انشالله که به خیر سپری شود. از همین شلوغی معلوم است که ما در کجا هستیم، ولی محض اطلاع برای کسانی که از هرات خبر ندارند، ما در منطقه جکان هستیم. جکان یک منطقه‌ای که معمولا بازار میوه برای خودش داره و در سرک عمومی فروشنده های زیادی هستند که شب و روز خود را از همین طریق میگذرانند. بیاین با هر کدامشون ببینیم، یک کم از روزگار بپرسیم، یک کم از کاروبار بپرسیم و ببینیم که روزگارشان خوب میگذره یا نمیگذره و اینکه چقدر تغییرات در جکان آمده. چند نفر همینجا هستن، بیاین با این بزرگوارا شروع میکنیم، آشنا میشیم. سلام علیکم. احوال شما؟ خوب است، بخیر. خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید. قربان شما. معرفی کنین خدا. عبدالسلام فیضان هستم، یک دکاندار جکان. بسیار عالی. آقای فیضان. خدمت شما هستم. ما شما فیضان میگه، یک چیز دیگه هم داریم. بله، به حساب ماما دکتر فیضان، خلیل فیضان، تانک مرکز ماما میشن. خب بسیار عالی، بسیار عالی. دکاندار جکان هستید. چی معمولا فروش میکنین؟ ما مرغ فروشی داریم. مرغ فروشی. بله. همین چی خبر است برادر؟ از 180 روپیه ما شما رسیدیم، نمیفهمم به 200 رسیده، به چند رسیده؟ به 220 روپیه رسیده مرغ. به خاطر که مرغ دریا فعلا جوجه نمیریزم، به خاطر همین خورده مرغ بالا رفته. مرغ داری داخل هرات منظور شماست؟ بله. این مرغ بیرونی است یا نه داخلی است؟ فقط داخلیه. ما از بیرون هیچ مرغ نمیاریم، فقط صادر کننده خود هراته. بسیار عالی. پس ما در هرات همه قدر کارخانه بگویم، نمیفهمم فارم بگویم، فارم بهتر از به نظر همه قدر فارم مرغداری داریم که دیگه نیاز نیست از بیرون بیاریم. انشالله که هیچ احتیاج ما شما به افغانستان نداریم که یا از هرات یا از ایران یا از جای دیگه بیایه، فقط از هرات تولید میشه. کاروبار خوب است، راضی هستین؟ خدا رو شکر الحمدلله راضیم. همون چیزی که خدای پاک با ما شما حواله کنه میرسه. ما شکر خدا شما را راضی داشته باشه، روزگارتون پر رونق باشه، موفق باشه. خداحافظ. بسیار زیاد تشکر. نام تو چی است؟ سلام علیکم. چطور هستی؟ خوبی؟ خوب هستی؟ نام چیست؟ خوب نشد، خوب بلد نیم. نام خوب بلد نی؟ اسم خود نمیفهمی؟ اسم تو ولی احمده؟ خب چی میگن دایی یاد داری خرج کنی؟ اسم تو یاد تو رفته؟ خب ولی احمد چند ساله شده؟ بازم نمیفهمی؟ خب اگر یک دایی بتمد جواب میدی سوالای من؟ ها؟ پول بتم؟ نه نمیگیره، پول هم نمیگیره، بچه خوب است. برو پناه دو خدا ولی احمد جان. ولی احمد بود دیگه نه؟ خب بسیار خوب. ولی احمد جان گپ هم نزن. شما کجا روان هستین سرگردان؟ با بیاین یا کجا گشته میرین؟ کد از این نینی نازتان. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ کیار هستین؟ خوبین؟ شکر. شما خوب است. سلام علیکم. چه وقت است؟ چند وقت است؟ این تقریبا یک سال است. یک سال. خوانوز به گپ نامده دیگه. کم گپ میزنه. کم بابا مامان شاید چیز مادر میگه دیگه. اولین کلمه فکر میکنم من بچهای خورد بابا یاد میگیره.
اولین کلمه که یاد میگیرم بابا. خیر ببینید از شما اول بابا یاد گرفت یا مامان؟ فکر کنم بابا یاد بابا یاد گرفتم. گرفت. بله. تا حالی هم مامان نمیگه، مادر کم میگه. آقا خوب یاد گرفت. آقا رو صحیح یاد بله. گرفت. خیر ببینید اول بوریس بله. خدا حفظ کنه، خدا حفظ کنه. معمولا بچهای اول بوریس زیاد شیرین هستن. خیلی شیرین میگه. الان از سر کار آمدم آوردم بیرون. هم اگه خسته نیارم خستم هستم. دوم اگه نیارم دیگه شوک میشه. هیچ اصلا همچی گیریه میکنه. باید بیاری که بیاری به بازار، نیاری دیگه تاب نداره. چکر باید بزن. چکر موترا شهر بازار رو ببینید. بله. اینطور نشه که باز یک بارگی همون تا عادت کنه تا کلان شد دیگه هر روز شما این چکر بیارید. بود که ببینیم چه خواهد شد آخر قسمت ما. ان شاء الله دیگه بخیر بزرگ شو. کاربردتون چی است؟ ما غالب بندی کار میکنیم. قالب بندی. بازارهای قالب بندی حالا خوب است؟ خوبه شکر. روزگار مقصد میچله. شکر. راضیم از رضای خدا. ان شاء الله که راضی باشین همیشه. زنده خیر باشین. ببینید. تشکر. خدا. زحمت کشیدین قربان شما. ببخشید. همین هر چیزی که میرسه نوبت به میوه هم باید برسه دیگه. میگه آسیای بابا هم از به نوبت. همونطور هستین؟ همونطور بله. خوب هستین؟ شکر الحمدلله. خوب است. شکر خوب. برین شما رو بکشین باز با شما گپ میزنیم. خب فصل انگور وطن است. تقریبا چندین نوع انگور هم در هرات وجود داره و این همه که شما میدونید که هرات به انگورایش معروف است. به هر صورتش اندوانه‌های بسیار کلان و خوبی هم اینجا است. از اندوان‌ها میپرسیم. این کیلا وطنی نیست دیگه. کی شب که بخیر، کی شب بخیر ما شما کیلا وطن هم داشته باشیم. خوب هستین؟ صدتان خوب است. خب راستی هم یک سوال دارم از شما کیلا فروشا. سوال من اینمی است که اینمی چیزا رو شما قطع کردین. خیر ببینین پیش دیگه کیلا فروشا که برین حتی امیر هم حساب میکنه. چرا این رقم است؟ بعضا قطع میکنم امیتا میخرم، باید امیتا بفروشم. یعنی که از امی چی میگن برای چی نام میاد؟ خود چی بیو امیتا خود دنبه میخرم، خود دنبه میفروشم. همین دسته که به کیلا واسط است همون رقم خریده میشه. ولی باز خریداری که مشتری است به یک حساب برازو بسیار سخت تمام میشه، زورش میته. به هر صورت کیلو چند شده کیلاها؟ 50 روپیه. بله. این باز چنه هم داره یعنی بیچنه 50 روپیه. 45 هم میدیم. 45. بله. آخر که باز به شام شود دیگه برای آخر چند؟ 40 روپیه. 40 روپیه. این حال کل روز بازار داره دیگه. صبح یک بازار، چاش دیگه بازار، شام هم دیگه بازار. صحیح است؟ بله. بخیر باشین برو. خدا خیر ببینین. خداحافظ شما. خب میگم از انگورا نمونه، از امی هندوانام خبر نمونه. نام خدای هندوانام دیگه عجب هندوانه ها باشه. نه اندونه شاجو قنداره. شاجوی قندار. شاجوی مربوط زابل فکر میکنم. نه از طرف قندار میشه. مقصد ولسوالی شاجوی شاجو به طرف جمع علمان دینایه دیگه فکر کنم. با این مسیرها که ما یک وقت میرفتیم میومدیم میگفتن شاجوی مربوط به زونه زابل بیتر دیگه نیه. نداره. خب اینی می کلان از این وزن از این چقدر خود بود؟ 10 کیلو میایه. 10 کیلو. بله. خوبت نمیره شما دست من. افتادی به ما. خب این دانه ماشاءالله این دانه نیست ماشاءالله پای توپ است. خب من 15 که پر بیاین ماشاءالله. چنازنی است دیگه. چنازنی است دیگه. میگن چنا حلال است. خب برای ماما بتین ما رفتیم. خداحافظ شما در کار مارتان برکت. بیاین که بریم ما شما بیاین که بریم جلو بریم ببینیم دیگه وطندارای ما در چی حال هستن. خب من امروز با به دل مادرای خانواده برنامه میسازم. چرا؟ چون مادرای خانواده معمولا هوش و فکر و ذکرشان همین سودای خانه است. چی در خانه هست، چی در خانه نیست. قیمت ها چند است؟ بامیه، فاصلیه، کچالو، همه چیز. ها؟ خوب است این لالا؟ صحتتان خوب است؟ جانکتان جور است؟ این بساط از شماست دیگه؟ بله. بسیار خوب. چند مصرف کردین سر این بساط خود؟ تقریبا 15000 میشه. 15000. این جا را راستی من یادم رفت. کرا میتین یا همون تو رایگان است؟ رایگان است. هیچ کرا نمیتین؟ نه. طال برتان نامدن هم کسی که بیاین از اینجا کرا بتین؟ یک بار دوباره اومدم تا دیگه نامدم. دیگه نامدن. خب اگه فرض کنین اگر همینجا از شما کرا بگیرن دولت یا شارولی، فکر میکنین مای چند خود گرفتن از شما؟ همون یک دوبار ما 300 400 میگرفتم. 300 400. خب خوب است دیگه 300 400 اگر بگیره انصاف است دیگه داخلش. خیر ببینید. خب فصل چی تازه شروع شده؟ فصل چی خلاص شده؟
فعلا فصل همین برای مایه هم وطنی کم شده مایه خلاص شد. وطنی ها خلاص آه. با می هراتی مونده با است ایرتی چند وقت دیگه میمونه تقریبا هم یک ماه دیگه هم است. یک ماه دیگه بانجان هراتی مونده همین فصل یک ماه دیگه هم یک ماه دیگه خب قیمت های اینا چند شده یک وقت با درپا هم رسیده بود با میا کیلوی درپا حالا کیلوی چند حالا 20 شده شد. خب همقدر تفاوت نکرد خیلی می‌بینیم روزانه چقدر فروش دارین میشه روزگار میچلونه شکر خدا الله جگر رضی الهی شکر یک نفر است اینجا یا چند نفر کار دو میکنن نفر. دو نفر بله. شریک هستین برادر الهی شکر در کاروبارتون برکت خیر ببینیم بخیر باشین بیاین که بریم جلوتر بریم بریم جلوتر هم با دیگران صحبت کنیم من نمیفهمم مشکل ما آدم چی است هیچ وقت سبزی یا ترکاری استفاده نمی کنم اما آیا شما استفاده میکنین یا نه حتما همراه ما شریک بسازین و یکی دو تا فایده سبزی ترکاری را اگر بنویسین از شما ممنون میشم چطور هستی؟ خوبم جان جور است؟ شکر. صحتت خوب است؟ شکر نام چی است؟ عبدالولی عبدالولی چی میکنی به جکان؟ با چیزا با جاده لیلامی کار میکنی به جاده لیلامی کار میکنی؟ چی کار میکنی به جاده لیلامی؟ لیلامی مثل تیفلانه و شروار اینای خب لباس لیلامی مفروشی؟ زنانه مردان همینای آفرین چند سرمایه انداختی اونجا باز؟ ها چقدر کاروبار میکنی چند سرمایه داری؟ اونجا پاکستان میاره یا چین میاره اینجا باز میفروشیم تا جاده خودتان میارین؟ نه برار ما میاره برار تو میاره؟ دکان دارین یا بساط؟ بسات با تا جاده هم داره تا کوچه اندلکان اونجا مارکت داره زیر زمینی اونجا هم دکان دارین؟ به شهر هم بساط دارین؟ خب اینا لبازی کار که میکنی همین فروشی که در یک روز انجام میدی این بیادرت برات ماهانه پول میده هفتهوار پول میده یا هیچ پول نمیده از خود مانند روزانه میگه 50 روپیه میده روز 50 روپیه همون خرجی خودت بیرون میشه خوب است آفرین هم تو کار کن موفق باشی برو پناهید به خدا من مگر یک کس را پیدا کنم که از همین مردمان قدیم اینجا باشه و در رابطه به خود جکان هم معلومات داشته باشه که چرا جکان را ما جکان میگیم کس معلومات دارین از این مردمای قدیم هستین یا نیستین؟ خب نیستین از مردمای قدیم الهی شکر سلام علیکم احوال شما؟ قربان شما بخیر خوبه جان شما موجود سلامت باشین صحتتان خوب است قربان شما ما ایلالا از قبل آشنا هستیم در یک برنامه دیگه هم بودیم فکر میکنم درسته بسیار بازم یک معرفی کنین خدا از کاروبار خود بگوین به نام خدا اسم من راویه یک تن از میوه فروشان جکان بسیار عالی آقای راوی همین جکان را چرا جکان میگن از این مردمای قدیم هستین اطلاع دارین در رابطه با جکان خود همین جکان چی معنا اصلا به خدا خوب گپ بزنیم ولی شاید قدیمی باشه دیگه ما نمیفهمیم این از سابق ولی از این سابق نام مونده ولی از سابق رشته ولی حال تا به حال به می فکر نشدین که پرسان کنین که برادر همین جکان چی معنا چرا گذاشتن اولین حرفی که شما زدیم تو ولی ما کسی نبوده که همچین حرفی بزنه ما بفهمیم یعنی پرسان نکردم نه خیر خیر ببینید خیر مهم نیست حالا که چرا جکان میگن یا نمیگن میگن دیگه میگم بله اسم منطقه جکانه دیگه جکان بله چطور بازار میوه ماشاءالله بساط شما خب اما تو جمع جور بساط هم هست ماشاءالله نسبت به سایر بساطایی که آدم میبینه یک چیز خوب جمع جور است و ناگفتن همونه که میوه های بسیار خوبی هم دارن محمدی صاحب این جلوتر بین میوه ها رو هم تصویر بگیرین هم سیب هم ناک هم انار دیگه امی نفس های آخرش از فکر کنم نه انار دیگه تازه به بازار آمده تازه میآید بله تازه آراستی انار میوه زمستانی است بله دیگه انار خزانی تقریبا بله خب چی ها نفس های آخر میکشن دیگه فعلا همه میوه معصره تا زمستان ولی تا سر زمستان میوه رات میوه وطن خود ما و شما هسته بعد از اون میوه ایران سر میکنه این باز میوه ایران که بیای قیمت هم دیگه فکر کنم بالا میره همین قیمت بالا باشه خوبه به خدا به کل وضعیت بازارها خرابه چطور قیمت بالا باشه یک که داخل بازار سرک تنش مردم امور میبینه دیگه فکر نمیکنه که جنس تغییرات داره میوه فرق میکنه نه همون چیزی که هسته با داخل بازار سه چرخه امور مردم بگیره ولی نه یک چیز یادم باشه که بیننده هم چشم داره یا خریدارم چشم داره یعنی من از اون سر آمدم تا اینجا هیچ بساط رو تعریف نکردم اولین بساط از شما بود چون همون نظم و ترتیبش هم معلوم است میوه هایشون بسیار خوبی است 3 درجه
محمدی صاحب این جلوتر 3 درجه ام، یکی 2 تا 3 تا همون رقم است، درست است؟ درجه بندی کردیم، یعنی 3 قیمت داره اینا. از همینجا شروع کنین. چند 100 روپه 50 روپه 100 روپه 50 روپه کیلوه. بله. یک چیز در هرات مروج است که معمولا هر چیز بر اساس کیلو فروخته میشه. در کابل 12 دانه یک درجن فروخته میشه، ولی در هرات خدا کنه که 15 تا بیایه یا خدا کنه که 5 تا بیایه 1 کیلو. درست است؟ در کار بار شما برکت روی صاحب. خوشحال شدم از دیدن شما. بخیر باشین. خدا نگهدار شما. چند تا تصویر شما از این میوه های مقبول ببینین. ما انشالله در خدمت شما در ادامه برنامه برمیگردیم. ادامه برنامه است. برگشتیم در خدمت شما هستیم از منطقه جکان هرات و نمیدونم هنوز هم که چرا جکان را جکان میگه و یک نفر قدیمی هم پیدا نکردیم که از مردمان قدیمی محل باشه که در رابطه با همین مسئله معلومات داشته باشه. نمیفهمم ماجی کاکا در این رابطه معلومات دارن یا نه، ولی ازشون پرسان میکنیم ببینیم چی میشه. سلام علیکم، خسته نباشه. احوال شما؟ الحمدلله. خوب است ان شاء الله؟ الحمدلله. شما خوبید؟ جان شما موجود است؟ شکر فضل. چای هم می چای دیگری. بله. همونطور است. بله. بعد از این کار آدم خسته میشه بشینه گلاسه که چای بخوره، از این منظره هم لذت ببره. حاجی صاحب از مردمای قدیمی میجستین یا نه واسه؟ تقریبا 30 سال میشه این زندگی میکنه. 30 سال. بله. خیر ببینین. این خوشبختانه یک قدیمی رو پیدا کردیم. ما از همون طرف تا میجا آمده پرسیدیم ولی کسی یک معلومات برامون نداد که همین جکان را چرا جکان میگن. ولی ما معلومات دقیق ندارم. دقیق معلومات نداریم. با همین 30 سال هیچ وقت سوال به ذهن شما نگشته؟ نه. که سوال بکنین که برادر 30 سال از ما به این منطقه زندگی میکنیم چرا جکان هر منطقه نام به خصوصی داره از مقدمه که خودشان بالا. خب یک دلیل می داشته باشه دیگه نامش. جستجو نکردم واسه. این فکر میکنم جز می آقا صاحبای جکان اگر معلومات داشته باشن دیگران ندارن. بله استاد. خیر ببینید چی رقم از کاربار؟ الحمدلله رضی است خدا. الهی شکر. خب برنج اور دیگه پاک ندارین دیگه خوراک فروشی است. بله برنج داریم تو کیلویی بس نداریم. بله ما داریم. خب گوجی و اینا نداره. نه. خیر ببینید مزاحم چای خوردن شما نمیشون. بفرمایید چای شما یخ نشه. نه خوش باشین. قربان شما. زنده باشین. خب بیاین با این دکانم سر میزنیم. بازارها خوب است یا نه؟ دارین بازار یا ندارین؟ بیاین این طرفتر که اینجا روشنی است، داخل دکان قدر روشنی نداره. سلام علیکم. احوال شما؟ خوب هستین؟ شکر. جان شما جور است؟ نامتون چی است؟ محمد شعیب. محمد شعیب جان از دکانداران جکان. بله. همین دکانداری که نخود و لوبیا و اینا میفروشن فکر کنم برش علافی هم میگن. بله. چرا علافی میگن برش؟ نومیه که قدیم باله و یک داشتم. اگر نه که خوب کار از شما خلاف نیستین دیگه خدا خواسته. علافی یک نام بسیار جالبی است که روی از این دکانا گذاشته میشه. به هر صورتش یک قیمته که همونطور ریز از برنج آرد و روغن برای ما بتین بیادر که باز این مادرها میبینن دلشان جمع شوه. برنج دیگه خونه 1100 شروع میشه تا خونه 1500 برنج نیمه. اولی رو بگوین که ارزان شده یا قیمت شده؟ تفاوت تا چند ماه قبل نکرده به ما قیمت ها بمونده. هر بوجی چقدر تفاوت آمده؟ نهایتاً 50 روپیه بالا فرق نکرده. بیشتر فرق نکرده. خب از 1100 شروع میشه تا 1500 برنج. برنج نیمه. برنج اول چند؟ 2400. یک کلامی از اینا دیگه. خب آرد چند شده؟ آرد از 12.5 شروع میشه تا 14 است. 14 است. روغن 5 لیتر و 10 لیتر و 16 لیتر چند شده؟ 5 لیتر 500، 10 لیتر میفته و 900 و این 16 لیتر هم 1470 80. 1470 یا 1480. حتی نسبت به چند روز پیش یک 30 افغانی یا 20 افغانی تفاوت کرده. 16 لیتر با
1450 میدادن فکر کنم، اینا شدن 1470 یا 1480. به هر صورت نخود و لوبیا و اینا هم در همین چیز هستن دیگه، در همین قطار هستن که بالا رفته میره. دکانا در جکان معمولا کرایهشون چند است؟ کرایه از 5000 شروع تا 10 تا 15000 کرایه نه. همین آخرین قیمت هم 15000 است. دکان چند در چند میشه واسه؟ دکان تقریبا 4 در 6 15000. از کرایه ها راضی هستین؟ از کاروبار راضی هستین؟ خوب است؟ ببین چند وقت کرایه بالا رفته دیگه. وقتی که مهاجرین و گشت کردم تا حالا کرایه تقریبا هر دکان 2000 1000 3000 بالا رفت. میتین شما یعنی بالا بردن سرشون؟ مجبوریت است دیگه. خدا با شما رو مجبور نسازه. ما هم در همین قسمت تشکر از شما، لطف کردین خانه آباد از اینکه وقت گذاشتین. سپاس از حضور شما خوبان و همراهانی که تا ایدم همراه و بیننده ما بودین از منطقه جکان هرات. امیدوار هستیم که روزگارتان همیشه خوشحال باشه، جیبایتان پر از پول، لبایتان پر از لبخند و خانه هایتان گرم و صمیمی. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.